خالمحمد روزیف از زمره دهقانان صاحب تجربه کارخانه واحد تعلیمی تجربی در شهر حصار میباشد. شغل دوست داشته‌اش سبزوارکاری است. در میدان‌های در اختیار داشته‌اش پرورش سبزوات و پالزی‌ها را از قبیل سبزی و شلغم، ترب و کرم، جواری مکه برای دان و دیگر محصولات کشاورزی را بر راه مانده همه ساله درآمد خوب به دست می‌آورد. امسال نیز در قطعه‌های علایده پرورش خوب زراعت‌های این دهقان پرتجربه به نظر می‌رسد که از امید حاصل دلخواه را می‌کند. تجربه گذراندیم در یک موسم در یک وقت هم کدو هم لبلبو هم کارتوشکا کش کردیم. این نتیجه خوب داد و امسال کارتوشکا جمع‌آوری کرده گرفتیم، لبلبو بر وقت جمع‌آوری کرده گرفتیم، بین قطار خود کرده بود. کارتوشکا بین پشت داد. من آینده به ماه سپتامبر ده کدو ان شاء الله 300-350 سنتی کدوش میگیریم. کارتوشکا 100-115 سنتی کارتوشکا رو جمع‌آوری کرده گرفتیم. خیلی لبلبو کمتر بود. من نتیجه خوب. نیروهای مینرالی محلیه پرو استفاده بیشتر بردیم. همین صبح حاصل ما خوبتر شد. کشاورزان کارخانه واحد تعلیمی تجربی شهر حصار که اساساً با توسعه عالمان دانشگاه اگرری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور کشت و پرورش تخم زراعت‌های تجربی را برآمی‌ماند، امسال به پرورش پخته اهمیت مخصوص ظاهر نمودند. این حال کارهای اگرتکنیکی بین قطاره‌های پخته متشکلانه جریان دارد. مساحت 245 گکتار زمین کورم دارد که از آن 150 گکتارش پخته می باشد. کارخانه ما کارخانه تجربی می باشد از طرف دانشگاه اگرری تاجیکستان و ریاست کشاورزی شهر حصار با ما پیشنهاد می گردد چند نمود تخمی ما کش نمودیم، چند نمودی خونده پخته که این سورت دوستی می باشد، فلش می باشد و اوریون کش نمودیم و تجربه نمودیم. تو امروز 2 گکتار سبزوات کش نمودیم. ما در خود همون زمینی که کش نمودیم چند نمود تخمیه یک بوره کش نمودیم، کارتوشکا، کدو و لوبیا. میخواهیم که در یک وقت 3 حاصل رو به دست آوریم. سرساحه بودن در روند خواجگیداری افضلیت‌های خود را دارد. دهقانان کارخانه واحد تعلیمی تجربی در شهر حصار این روند فعالیت کشاورزی را انتخاب نموده با کامیابی‌های استحصالی نایل گردیدند. علیزحمت کارخانه تجربی در نزد خود تنها یک مقصد دارند: موسم امسال را با نشاندهنده‌های بلند استحصالی جنببست نمودند در غنی گرداندن بازار داخلی مملکت سهم ارزنده گذارند.